نگاه می‌کنیم به گوشه‌ای از فعالیت‌های هنرمند مشهور و محبوب، کارگردان، موسیقیدان و آغازگر موسیقی نوین ایران، جمشید شیبانی. با این آهنگی که بنده دارم میزنم به نظرم لو دادم که مهمون من امشب کیه. اما این آهنگی که زدم براتون میخواستم که شما رو بیارم به میهمان عزیز خودم معرفیتون کنم. کسی که امروز 65 سال میشود که در سینما، تئاتر و موسیقی ایران سایه سنگینی افکندند. یعنی در موسیقی ایران اولین کسی است که به آغازگر ترانه های نوین با ملودی های جدید هست. آنچه که مهم است این است که اگر بدونید که این ریشه‌یابی از کجاست و موسیقی مدرن ایران از کجا آمد، بعد و تحولای بیشتری پیدا کرد، خواننده های جدیدی اومدن، شکل‌های جدیدی آوردن توش، موسیقی جدید، وسایل موسیقی جدیدی آوردن توش. ولی اولین بار قبل از اینکه اون مراببوس مشهور بیاد بیرون، قبل از اینکه همه این کار انجام بشود، این مرد جوان در اون روزگار با دانش موسیقی کلاسیک، با نواختن تار، با عبادی که دایی ایشون هست در خانوادهشون هست، با اساتید موسیقی ایران این گوش آشنایی به وزن و قافیه و ضرب زدن و چه میدونم مزراب ساز داشت. آن روزگار ایشون اومد ملودی جدید گذاشت، دستگاه ایرانی رو عوض نکرد، گوش ایرانی رو حفظ کرد، در یک دستگاه وارد موسیقی ایران شد. و امروز ما تمام خواننده هایی که امروز داریم، همین برای بچه‌هایی که همسن و سال من هستن، از قدیم شروع میکنیم تا امروزی که برای بچه‌های جوانتر بعد از ما دارن میان روزگار، همه ما داریم از ریتم استفاده میکنیم که روزگاری جمشید شیبانی، این چهره محبوب آواز روزگار خودش، وقتی ما میگیم شما و بنده مقداری دور شدیم از قضیه، کسانی که یه خود سنشون بالاتره میدونن که شیبانی یه سوپر استار دوران خودش بود. او به ما آموخت که وقتی استادی در یک زمینه‌ای کار میکند احترامش واجب است. من او رو استاد استادان مینامم برای اینکه اساتید بسیاری که چه در کار سینما، چه در کار موسیقی و چه در کار تئاتر آمدند، از شاگردان و ریزخواران سفره‌ای بودند که نامش سفره خانواده هنر، خانواده شیبانی بود. جناب شیبانی، من میدونم که اگر بخوایم داستان زندگی شما رو بگیم باید یک برنامه 40 ساعته درست بکنیم و یه سریال باشه که از کجا شروع کردی، چی شد و اشخاصی که میشناختی به اون تستمونیال داشته باشیم. اینها خیلی مشکله. ولی در یه چند کلمه شما درباره خودتون بگید. من میدونم که شما در خانواده‌ای به دنیا آمدید، در خانواده‌ای بودید که هنرمند بودن. بله، پدر بزرگ من میرزا عبدالله بوده، میرزا عبدالله معروف. بله دیگه، ایشون پدر بزرگ من بوده که خالق 7 دستگاه است در واقع، چون 14 دستگاه بود ایشون تلفیق کرده به 7 دستگاه که معروف الان 7 دستگاه. و مادرم خودش استاد موسیقی بوده که استاد دایم عبادی بوده. بله. استاد سوا بوده. بله. که بهشون ستار مشده تا 18 سالگی ایشون، مادرم و خاله من، مادر آقای مهندس سیون. بله. همچنین خودم هم که دیگه فعالیت کردم از سال 1317 در هنرستان هنرپیشگی رفتم اونجا. 1317 ایرانی، یعنی 6 سال پیش. نه 38 1938. بله 62 سال پیش. نه خیلی. بله بله میشه، خیلی میشه 15 سال. حالا من میگم 66 قبول نمیگم 62. 15 سال. بله بله. اون وقت پدرم یکی از مؤسسین اون هنرستان بود که تمام این هنرپیشگان تئاتر ایران الان از شاگردان ایشون بودن، از شاگردان آقای نصر
و آقای عنایت الله شیبانی این بود که هم از لحاظ پدری و مادری و پدر بزرگ و دایی و اینا من در خانواده هنر بزرگ شدم. حالا یه تقلایی میکنم، یه کارهای انجام میدم. داستانی که راجع به اومدید خارج از کشور، کجا تحصیلاتتون شروع کردین؟ اصلا با چه عشقی اومدین شما به ایران؟ بنده رفتم در کار هنر. اولین شاگرد سانتا مونیکا سیتی کالج هستم. همین جایی که اینجا الان سیتی کالج 6000 نفر هستن. عجب. ایرانی. من تنها بودم. بعد از فارغ التحصیل اونجا اولین شاگرد UCLA هستم. عجب. که در رشته سینما. و من شنیدم که شما مشوق رضا بدیعی هستی. رضا بدیعی تو این برنامه بود. برای اولین دفعه من رضا بدیعی رو که الان مهمترین کارگردانه آوردم و فیلم خبری رو میدونی من فیلم خبری رو در ایران شروع کردم. اون وقتا موویتون میدادن جلوی تمام فیلم ها. بله، اخبار موویتون. ابوالقاسم طاهری گزارش میداد. تو سینما اینا رو میگفتن. زودتر از ابوالقاسم، بعد از ابوالقاسم من پیمان آوردم. مرحوم پیمان که گویندگی میکرد. بدیعی رو آوردم که فیلم برداری میکرد. خلاصه همیشه هم رضا میگه تو من آوردی به عالم سینما. Mission Impossible. بالاتر از خطر. Mission Impossible. کارگردان رضا بدیعی. هاوای 5-0 و بیش از 200 سریال تلویزیونی و فیلم‌های معروف سینمایی. ستار ترک و نیکیتا. کارگردان رضا بدیعی. برای اینکه تو مجلات ایرانی بود، داستانهایی بود، عکسهایی بود از جمشید شیبانی با هنرپیشگان مطرح اون روز در هالیوود و همه ما دلمون پرپر میزد که ای کاشکی یک روزی زمانی جمشید جان بیاد به ایران و به ایشون ملاقات کنیم. و اون روز اومد و جمشید جان اومد به ایران و باعث خوشحالی همه ما شد. در اون زمان من در مدرسه هنرپیشگی بودم، داشتم سالهای آخری بود و در این حال در استودیو ایران نو فیلمم کار میکردم با برادرم مجتبی بدیعی، آقای مبینی، آقای دهلوی و غیره، موسی افشار، نوذری و ایشون اومد و بین بچه ها منو انتخاب کرد به عنوان کامرمن. حالا شما به این توجه کنید، برای سالهای بود که جمشید در امریکا بود، برگشت ایران. اولین کاری که کرد آهنگهایی داشت که با یک راه نوینی، با یک تمپوی نوینی به وجود آورده بود که خیلی یک دونه پلی بود بین شرق و غرب. تانگو بود، بارسلونا بود و توی این آواز ایرانی بود، یعنی آوازی که خودش درست کرده بود، اشعاری که خودش گفته بود و آهنگایی که دوستان براش نوشته بودن یا خودش نوشته بود. دومین کاری که کرد نیوزریل به وجود آورد و قبل از اون چیزای خارجی رو نشون میدادن، ولی با اومدن ایشون ما شروع کردیم و به خصوص من دست و بارم باز شد که بتونیم دربار آدم بره. برای شهرداری فیلم برداری میکردیم، هر اتفاقی میافتاد و اینها رو زود تهیه میکردیم که جلوی فیلم های سینمایی نشون بدن و این یک دونه شهرت قشنگی پیدا کرد و به جایی که وقتی که نیکسون به ایران اومده بود ما فیلم ورود اون رو برداشتیم و شب نشون دادیم و این باعث خیلی چیز شده بود که جمشید جان وقتی که اینو در دربار نشون داد
همه تعجب کرده بودن که چجوری ما این فیلم رو به اون زودی درست کردیم و رسوندیم و اینها. به هر صورت من فرستاده شدم به امریکا و نتونستم بیشتر از اون در اون زمان با ایشون کار کنم، ولی سالهای بعد که با هم دیگه در باز امریکا ملاقات کردیم، من همیشه به خاطر دارم که واقعا در زندگی هر کس اشخاصی وجود دارن که میشه بهشون گفت گرو یا اینکه منتور. جمشید منتور من بود، دست منو گرفت و به راه آورد و اگر من در زندگیم کاری کردم قسمت زیادیشون به ایشون مدیونم. مرسی. امروز از اون دوران 40-50 سال میگذره، چه احساسی داره؟ در هر برهه زمانی باید دوستان من، تماشاچیان عزیز درک بکنن که خودش یه زندگی مخصوصی داره. 40 سالگی یه زندگی مخصوصی داره، 60 سالگی یه زندگی مخصوصی داره، 80 سالگی حتی الان با دواهایی که هست نگه می‌دارن. خود من 7-8 تا عمل کردم. چندین دفعه اسرائیل به من تلفن کرد آقا شیبانی میخوام بیام، میگم حالا وقتش نیست. ولی خب با این دواها، با این طب منو زنده نگه داشتن، امثال منو زنده نگه داشتن. کسانی دارم رفقام 90 سالشونه، 94 سالشونه، میشینیم با هم تخته بازی میکنیم، میشینیم با هم صحبت میکنیم، همه به وسیله همین دواها و نه. ولی احساسش چیه؟ اون یه دنیای دیگه بود، این یه دنیای دیگه. خب خیلی از هنرپیشه‌های هالیوود هم توی خودتون میدونی، حتی کسایی که دوستان خود شما بودن زمانی بعد از اینکه اون دوران رو گذروندن، اون دوران طلایی و اون قیافه رو گذروندن، رفتن و گوشه‌گیر شدن، تو خونه موندن. بله اینا و یه عده‌ای نه مثل خود شما بازم بیرون بودید. مثل جیمز میسن، مثل خیلی ها. من در پیریم الان با اینا عکس دارم. خود رونالد ریگن اینا مدت‌ها زندگی کرد در 80 سالگی حسابی. اینا هیچ ناراحت نبودن. کسانی که خودکشی میکنن، کسانی که میرن گوشه‌گیر میشن، کسانی هستن که ظرفیت ندارن. خود من تو خیابون که راه میرفتم از من امضا میگرفتن، دورور من بودن، گفتن آقای شیبانی اومد. الان که راه میرم خب هیچ که مادر بزرگا صدا میگه آه ننه نوه به نوهش میگن این جمشید شیبانی. من باید حالا خودکشی کنم؟ نه. وقتی دست میزنن واسه ستار، وقتی دست میزنن واسه معین، وقتی دست میزنن واسه فلانی ازش امضا میگیرن، خب منم خوشحال میشم، خودمو میذارم جای اونا. هیچ وقت سیگار کشتی؟ من در مدت عمرم نه سیگار کشتم نه مشروب خورد. مشروب نخورد؟ نه خیر. چرا؟ برای که چشمم همون حالت مشروب داره. یعنی با چشمم وقتی زیبارویان رو نگاه میکنم، وقتی خوشگلا رو نگاه میکنم، همینجور مست میشم. بسیار عالی. دیگه میخوام چیکار کنم؟ بسیار یا حالا چرا شراب بخورم؟